یک دور پیش از انجام موسم فوتبال سال 2021 تاجیکستان در لیگ عالی دسته دوشنبه 83 به مهمانی دسته ختلان آمد و فوتبالبازان این دسته دو دور قبل از انجام مسابقه الکی حق شرکت را در بازی‌های موسم سال 2022 در لیگ عالی از دست دادند. شاید همین باشد که آنها بسیار هم عصبانی بودند و در این واخوری یک واقعه نهایت بدی رخ داد. نوریدین همراقلوف در دقیقه 59 و همچنین 67 دو توپ را به طور دروازه دسته دوشنبه روان کرد که حالا ما یک توپش را دیدیم که خیلی خوب بود. بعدا این هجوم دیگری فوتبالبازان دسته ختلان و باز نوریدین گل دوم را هم وارد طور دروازه کرد. در این راستا یک باره فوتبالبازان دسته دوشنبه شاید به جهل آمدند که در یک حالتی که حالا ما و شما می‌بینیم اینجا ببینید پرویز جان حمیدوف چگونه عمرجان شریف را با پای میزند، چگونه یک حالتی ناگوار باز در فوتبال تاجیک رخ میدهد. دوشنبه که از لیگ عالی به پایان میرود با همین گونه جنگ و جنجال هنرنمایی خودش را به پایان میرساند. این را طور ما و شما دیدیم و گفتیم یک حالتی بسیار هم ناگوار در فوتبال است. سال 2021 تاجیکستان در لیگ عالی دسته دوشنبه 83 به مهمانی دسته ختلان آمد و فوتبالبازان این دسته دو ولی بعدا بازی هم ادامه یافت و فوتبالبازان دسته دوشنبه هم توسط گل تته نیریک یک توپ را به ثمر رسانیدند، ولی اون چیزی که آنها نشان دادند در پایان بازی به شأن فوتبال و فوتبالباز نمی ارزد.